from here and as I fly. سلام، من دلارام هستم و شما به آخرین بخش از کتاب اول گریشا گوش میکنید. امروز کتاب اول از سگانه گریشا تموم میشه و اگه با من در طول این داستان همراه بودید و به اینجا رسیدیم، میخوام ازتون تشکر کنم که با عشق همراه من بودین و با همه کم و کسری هایی که توی کار وجود داشت به این داستان با صدای من گوش دادید. امروز پرونده کتاب اول بسته میشه و ما به کتاب دوم میریم. بی نهایت خوشحال میشم اگه توی این ماجراجویی تازه همراه من باشید. خب دیگه، بریم سراغ این آخرین بخش. پس از آن پسر و دختر کنار نرده‌های کشتی ایستادند. اونم یک کشتی واقعی که در تکان و نوسان بر پشت متلاطم دریای راستین سواره. یکی از کارگرای عرشه حین گذر از کنارشون با دستای پر طناب فریاد کنان به اونها میگه خود مرخ فنتومن. همه خدمه کشتی فنتومن صداشون میزنن. به زبان کرچی یعنی اشباح. وقتی دخترک از سکاندار میپرسه که چرا، سکاندار میخنده و میگه چون رنگ و روشون اونقدر پریده و همیشه ساکت کنار نرده‌های کشتی میایستند و ساعتها به دریا چشم میدوزن، انگار که قبلا هرگز دریا ندیدن. دخترک لبخند میزنه و حقیقت رو به اون نمیگه که اونها باید چشم به افق بدوزن، که اونها چشم انتظار یک کشتی با بادبانهای سیاه هستن. کشتی ورلورن که باگرا براشون در اون جا گرفته بود، مدت‌ها پیش عزیمت کرده بود. برای همین در زاغه‌های اسکربو پنهان شدن تا که پسر تونست با سنجاق سرهای دختر در کشتی دیگه ای جا بگیره. شهر از هراس اونچه در نووکریبریسک رخ داده بود در وحشت بود. بعضی تارین رو مقصر میدونستن، بعضی شوهان یا فیردانی ها رو. چند نفری هم مدعی بودن که به حق کار قدیسان خشمگین بود. شایعاتی از اتفاقات عجیب در رافکا به گوششون میرسید. شنیده بودند که آپارات غیبش زده. ارتش‌های خارجی در مرزها تجمع کرده بودند. چیزی نمونده بود ارتش نخست و ارتش دوم با هم درگیر جنگ بشن و خورشیدخان هم مرده بود. منتظر موندن تا خبر مرگ تارین در ست رو بشنون، اما خبری نشد که نشد. شبها پسر و دختر در دل کشتی میخفتند. وقتی دخترک با دندون قروچه از کابوسی دیگه بیدار میشد و فریادهای مردان و زنانی که روی کرجی شکسته رهاشون کرده بود در گوشهاش طنین مینداخت و با یادآوری اون قدرت دست و پاهاش میلرزید، پسر با محبت به او دلداری میداد. پسر در تاریکی نجوا میکنه همه چی مرتبه آلینا، همه چی مرتبه. دختر میخواد حرفشو باور کنه اما از بستن چشماش واهمه داره. باد در بادبانها میپیچه و جیغ میکشه. کشتی در اطرافشون میناله. دوباره تنها هستند. درست مثل کودکی ها که وقتی از دست بچه‌های بزرگتر و بعد عنقی های آناکویا و چیزهای جنبان و خیزان در تاریکی ها پنهان می شدن، تنها بودند. دوباره یتیم هستند و خانه و کاشانه‌ای ندارند جز یکدیگر و هر آن زندگی که بتوانند در آن سوی دریا با هم بسازند. پایان که البته ادامه داره. The wind to carry me far away from here and as I fly I'll take with me moments left behind. I want the sea to rescue me and carry me away. I'll let the waves wash over me and listen for the voices of the tide.
they pass by.